سلام، ملینا هاشمی هستم، کارشناس شرکت پرنیان گستر پرتوسنج. با آموزش دستگاه هایفوفیس آنیکا در خدمتتون هستم. دستگاه هایفو شرکت پرنیان در دو مدل 2 بعدی و 3 بعدی ارائه میشه. 2 بعدی روی 1 لاین، 3 بعدی حداکثر روی 12 لاین قابلیت شات زدن داره. این دستگاه دارای 3 کارتریج فیس با عمق نفوذ 1.5، 3 و 4.5 میلیمتر و کارتریج بادی با عمق نفوذ 8 و 13 میلیمتره. برای رسیدن به بهترین اثر بخشی باید یک ماتریس در زیر پوست ایجاد کنیم و از 3 کارتریج استفاده کنیم. ابتدا با کارتریج 4.5 میلیمتر شروع می‌کنیم و در ادامه از کارتریج های 1.5 و 3 میلیمتر با تعداد شات مشخص شده در صفحه نمایش استفاده می‌کنیم. کارتریج 3 و 4.5 میلیمتر برای لیفت پوست و کارتریج 1.5 میلیمتر برای جوانسازی و روشنسازی پوست استفاده میشه. وقتی که کل شات‌های مشخص شده تموم شد، کارتریج 4.5 میلیمتر رو با کارتریج 3 و 1.5 میلیمتر عوض می‌کنیم و مراحل رو دوباره تکرار می‌کنیم. قبل از شروع کار سوکت هندپیس رو در محل مشخص شده جا میزنیم و کارتریج 4.5 میلیمتر رو روی هندپیس سوار میکنیم. در مرحله بعد دستگاه رو روشن میکنیم. برای این کار دکمه پاور رو فشار میدیم. روی دکمه استارت کلیک میکنیم تا وارد منوی اصلی بشیم. برای شروع هایفوتراپی لازمه پارامترهای مربوط به انرژی، فاصله بین نقاط و طول باند رو تنظیم کنیم و همونطور که گفتیم انرژی برای هر کارتریج متفاوته. انرژی استاندارد برای کارتریج 4.5 میلیمتر از 1.1 تا 1.3 ژوله. انرژی استاندارد برای کارتریج 3 میلیمتر بین 8 تا 1 ژوله. و انرژی استاندارد برای کارتریج 1.5 میلیمتر حداکثر 8 ژوله. برای تنظیم فاصله بین نقاط با کلیک روی علامت آچار میتونیم این پارامتر را از کمترین فاصله یعنی 1 میلیمتر تا 2 میلیمتر تنظیم کنیم که استانداردش بین 1.6 تا 1.8 میلیمتره. برای کسانی که افتادگی پوست زیادی دارند، فاصله بین نقاط را کمتر و برای کسانی که جوانتر هستند، فاصله بین نقاط رو بیشتر می‌کنیم. طول باند حداکثر تا 25 میلیمتر قابل تنظیمه که نشان دهنده طول خطیه که پیزوسرامیک حرکت می‌کنه. به جز نواحی که کارتریج کاملا روی سطح پوست مماس نمیشن، ما این پارامتر رو روی ماکسیموم حالت خود یعنی 25 میلیمتر قرار میدیم. برای ایجاد تقارن و نتیجه بهتر، تعداد شات هایی که باید اعمال بشه روی الگوی نمایشگر مشخص شده. در مورد نحوه گرفتن هندپیس، ابتدا با یک دست هندپیس رو میگیریم و با دست دیگر پوست رو به سمت بالا میکشیم و به ترتیب با کارتریج های مختلف تعداد شات مناسب برای هر ناحیه رو انجام میدیم. نواحی صورت که هایفوتراپی روی اون انجام میشه شامل خط لبخند، دور چشم، پیشانی، گونه، گردن و قبقب هست. نواحی ممنوع در هایفوتراپی شامل وسط پیشانی، بین 2 ابرو، روی بینی، گوشه لب و چشم هاست. امیدوارم که این ویدیو برای شما مفید واقع شده باشه. برای کسب اطلاعات بیشتر با ما در تماس باشید.